موتور هواپیما رو کاملا دیساسمبل می‌کنیم، اورهال می‌کنیم و قطعات هم به این صورت که قطعاتی که توی محفظه داغ موتور یعنی دمای 700 درجه سانتیگراد که باعث سوختگی میشه، بله این قبلشه که با حرارت اورهالش کردیم، بازسازیش کردیم و به این صورت درش آوردیم. این یکی از محصولاتی است که در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت در اوایل بهمن ارائه شد. محصولی که دانش فنی تولید آن تنها در اختیار 3 کشور آمریکا، فرانسه و انگلیس بوده است. ما توانایی تعمیرات سنگین هواپیما و موتور رو برای هواپیماهای بوئینگ و ایرباس هایی که در حال حاضر در فضای پروازی ایران دارن، در تو شرکت‌های هواپیمای ایران دارن پرواز می‌کنن رو فراهم کردیم و به راحتی می‌تونیم این تعمیرات رو انجام بدیم. موتور هواپیماهای مسافربری بعد از هر 2000 دور پرواز نیازمند تعمیر است. خدماتی که پیش از این برای انجام آن به کشورهای خارجی وابسته بودیم و حالا تماما در داخل کشور انجام می شود. ما با تکیه بر توان داخلی، استفاده از مهندسان جوان داخلی تونستیم این سطح دانش رو تولید بکنیم و تمام قطعات خصوصا مسیر داغ رو کاملا تعمیرات 0 تا 100 رو انجام بدیم به طوری که در واقع اون وسیله پرنده در شرایط ایمن بتونه پرواز و مأموریت خودش رو انجام بده. با تلاش متخصصان شرکت دانش بنیان بیش از 2000 قطعه موتور هواپیما داخلی سازی شده است. 9 سال فعالیتی که این شرکت داشته بالغ بر 200 دستگاه موتور تعمیر شده و 99% بدون هیچ گونه مشکلی وارد چرخه تولید شدن و خیلی راحت روی هواپیما نصب شدن. به گفته فناوران شرکت دانش بنیان امکان بورسیه تخصصی برای علاقه‌مندان و دانش آموختگان دانشگاهی در شرکت دانش بنیان با هدف تربیت نیروی انسانی فراهم شده است. محبوب دلانگیز، خبرگزاری صدا و سیما.